نگاه کنی. بیست گاها پیش دیش کنه ساخم خوش نه پیش دیش کنه استه کفوندن همه تا مویخ چه بخشور ترس بگم چیه خبر کفون ماریو همین پیشه که خونه داره یا نه های گوهر کلوبی میدونیم داری های موگم بجنه دایم فریب داری داروخانه شفافرما داروهای طبیعی رو به شما پیشنهاد میکند. اپیمیلیون پاستا برای با قوت کردن مردانگی بدن و همچنین برای حوصله را بلند کردن. مزه هنزل برای درد میان دست با ریماتیسم. روغن خلبه برای خون گرفتگی گرده، پیشابدان، پروستاتیت، سنگ و نمک گرده. سمیانوان برای اشتها و بزباله شدن. اینها سبب خدا شفا فرما همه شما. Audio Jungle. سلام تماشابینان و مخلصان عزیز. برنامه نوبتی 10 شرط است تقدیم شما از کانال توجیکوم گروپ و این لحظه ها مهمون برنامه ما هستند یکی از چهره های شناخته حج نفری که مدت هاست شما درخواست میکردید که ما رو به برنامه 10 شرط دعوت کرده باشیم و این لحظه ها دعوت ما رو قبول کردن. حجم نگاری شناخته الهام جان شادی با تخلص موگامبو. سلامت باشین. سلامت باشین. یک جمع تشکر برای دعوتی که دگیتون در برنامه‌تون و سیرش هم بگم. بله. ولی اول سلام بگم. و سلام و درود میفرستم به کل هموطنان عزیزم، با مردم شریف تاجیکستان، با تمام مهاجرانی که از وطن بیرون هستند. سلام و درود ما رو بپذیرید. یعنی که من الهام جان شادی با همراه عبدالرحمن حکیمزاد در برنامه این برنامه باید نام میگذاشتم برنامه دروغگویی ها. چرا؟ زنگ زدن که یه برنامه داریم خواهم برادران اشتراک کنم، گفتم گنج اومد رئیس میگه 3 برنامه. این خیلی سلامت باشه. خیلی شوخی بود. خدایا مددگارتون. برنامه میریم. بله و اینجا 10 قطعه جایگیر است. فکر میکنم برنامه ما رو تماشا کرده. در هر قطعه یک شرطی جای دارد. شما یک شده شرط رو میخونید، اجرا میکنید. اگر شما همین 10 شرط رو پورا اجرا کردید از جانب برنامه ما به شما 200 سومانی تحفه کرده میشه. آماده باشید. مرحمت شروع میکنیم. مرحمت شروع میکنیم از قطعه اول. خیلی میگن که بسم الله سرشا بسیار خوب میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. نه ترس یکم خزنده نزدرون شده. یکم چی نمیپره. خب در یک دقیقه یک ترس بگم چیه؟ خبر کفون ماریو همین پیشه که خونه داره یا نه؟ با خدا بگی برش شما ترسیده نه؟ با خدا پوما خرید. در یک دقیقه یک بلگری رو خورید. بله بلگری دوست میداریم یکم بار خوردگی خاک در خود با خود خوردگی مو میام خود چی خیلی؟ خیلی در خود کشش میکنیم. من خلصان عزیز بسم الله الرحمن الرحیم. که الهام جان یک بلگری منه تازه تیز نیست اخی؟ اون سالفیلکه ساچه منه یک دقیقه گفتی نه؟ یک دقیقه این دانوکوش هم بخوره. زنده باشه. خیلی مزهش زور هستی شد دیگه هم شما بیاره با مزار زنده باشه. سلامت باشه. و چگونه که مخلصان عزیز شما شاهد بودید از اجرای این شرط اکا الهام با خوبی بر آمدن برنامه ما
دوام داره. دوام داره. من شرط دیگه نه تنها دوام داره. من شرط دیگه رو ببینیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب چی؟ با گوهر کلابی زنگ زده با او اظهار محبت کنید. ما شما رو میبینیم که با گوهر کلابی صحنه‌چه ها یک جای اجرا میکنید. در بسیار صحنه‌چه ها زن شما و معشوقه شما است. از روی بعض معلومات ها میان شما استغفرالله برای یک زنگ زده اظهار محبت میکنید. خیلی همگان میدونه که گوهر کلابی صاحب 2 فرزند است و مقصد قریب میگفتم که زن درست شوهر ندارد. الو سلام علیکم. علیکم سلام. گوهر میگم که چه بگم گفتن نمیتونم آخی صبح سرخ شده ایستم آخی صبح سرخ شده ایستم چی گفت؟ پشت هیچ کنه رخم خوش نه پشت هیچ کنه ایسته نه ما همین قروز میخواستم بگم با میگم که خیلی خفه میشه خیلی که دنیا همین چه بگم دام نمیتونم فهمونده همین استا همین تو مدر محقول شده دوستو داشتم نه استغفرالله بگو ایزام را تسرخ شده ایستم بگو بزن با که هیچ کی نیسته ما خیلی کردیم یا بار دیگه بخش رو نفهمیدم بگم که ها من خیلی از دی کلمه رش ندارم داغ بوده. سلامت باشه پای گوهربون از رحمت خدا زنگت میزن آز عجم میبرون زنگت دوام شبه پیش چخچخ میکنیم. دوام شبه پیش چخچخ میکنیم زنده باشه. و مخلصان عزیز چگونه که شما شاهد بوده من از همه جاش عرق سر کرده هنگام اظهار محبت ایزا کشتیم که یک اون گای بزیب نگه یکی بکنی دم شد یکی بکنی دیگه ای برنامه کنه باوری نشته آخه میگیرن میپرده بله برای شرط دیگر رو ببینیم. خب با آوازی سه حیوان تقلید کنه. حیوان گفته که حیوان دیگه چیه؟ گو، خر، سگ ای زنبور پنبور همیشه بود؟ نه زنبور حیوان زنبور کلون آرنگ حیوانه زنبور کلون آرنگ حیوانه. خب خلاصه ما از سگ داشتیم به نهایت سگ پیر بود. بعد اگرات مون بزای همسایه میدونم درختو رو شکسته خویدی سه بعد گفتیم باش زیاد میفتیم پیش داد بهش خشن میتابه دوا باید ترمه کرده بعد از سرخانه می پرفته می اومد پیش کرده کدام میگه میفته که باش تو میفته یا با میفته با خود میخرید سلامت باش خیلی اوز یا تاشه یا اوز سگ اوز چیکم خر میشم باز سیو یا طریقش او زنبور که میشم نه خیلی حیوان است زنبور الوهیده است بز با بزایی که گوم میکنم کرم جگر رامه رفت سگو هرچی زنده باشه نگو همسه نگو همسه نگو قربانی جبا حیوانات نگو کسان که خیال نکنی چه قربانی دو سلامت باشین سلامت باشین خیلی مجبور کردن خیلی چکو بسم الله الرحمن الرحیم شرط دیگر یکی عرق کردن مخروی آفرین با بزرگی خب باگان دوستاتون زنگ زد $10,000 قرض پرسید. منم در همین شرایط که بینیم با شما اگه دوستاتون قرض میگیره در این وقت آتا تا زنگ بزن بچه جا نداره میگن خیلی به هر حال که زنگ بزنیم
اون دوستی نزدیک اون صنعتکار حجم نگار عبیدالله صدلو میشم میشه چرا نه بسیار قرض میپرسن این دوستا خود تلفناشو نمیگیرن نه امروز شنبه معرکه دیم یه بار دیگه زنگ میزنیم اگر که گوشی رو نگرفتن شرط دیگر رو میبینیم بعدا باز تماس میگیریم نه بعدا بعد چیزی که نوارداش تمام تا آخر برنامه سلام علیکم سلام علیکم عبیدالله جان چه خجرا میشارم الهامم با تخلص موگم با خیلی تون موگم اونگوی دیگه هیچ که نمیشناستم ساز تینج کار برو فرزندکات خوبه رحمت شما سوزی شکر اخلو عبیدالله جان یا پرابلم گرینی دارم زنگ زدم چی گفت بگم این همه سراچ نکردش $1000 در کار 10 روز پس میتونم الهام جان نیا گفت بگم ها همه هر گونه تو مرا زنگ میزنی پیش یک سلام علیک پل میپرسی یکم بار نمیشه زنگ بزنی مرا یکم چون تو یکم چرا خید کدگی چی ما در حیات مایت پل گریسگی نیستم من میدونم که تو پل آنو میتی میدونی که من پل نمیتم پل زنگ میزنی کجا دایی چو کدی نه چم یا اگه بگم تا برنامه اگه عبدالرحمن خویش کردن که زنگ بزن $1000 پرس ما گفتم $1000 نپرسم بگیره 4 نیدم اونم تختم امخته همون گفتم ناکو که وقتی زنگ بزنی دل من پر میگه که پل رو میتونی گب نیست با مخلصات چی گفتنی؟ با مخلصات تانی سربلندی خانوادی بگذار همیشه وقتی خش نمی در وطن تینج و آرام زندگانی کنن فقط نمی صنعتکار را دستگیری کنن صنعتکار را با پیش برای مخلصات فقط چیزهای نو با نو ایجاد کنن تاجیکستان با پیش هنمی زنده باشه اینو بختون کی می برنامه وعده کده عبیدالله اگه گب دراز شده کو کی اگه عبدالرحمن یک گب گفت بگون توج با میگویی که بازی کرد میگه که تو باور داری که همه عبیدالله سعدلو کاری رشنگی ما شو من گفتم ما یک گپ واپشه باور ندارم این کارم نمیشه سلامت باشه هزار همه عبیدالله جان زنده باشه بله عبیدالله سعدلو یکی از برادران ما هنرمند خوب است عبیدالله سعدلو یکی از آوازخوانه جوان است با همراه ما یعنی که در فیلم آواره عشق نیکینا یقلق نمیشه همین سرود خانگی سلامت باشه خب وقت شرط دیگر رو نمیگیریم بله بله دیگه می ترسه شرطا رو بکشه خب 20 انجمنی زدم 20 انجمنی زنیده ها زنیده میتونید انجمنی مشق میکنید از هفتش که با فیلم مشق خنز نمیبینید من هم خلیصای عزیز موگم مشقتی با انجمنی میزنن در 20 انجمنی باید زنن میروی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 سلامت باشه گم با 22 انجمنی زدن ده تاریخ پدرکم یا تا کامرچی ده و خب میریم شما یک سوال جواب میدم بغیر از این حجم‌نگاری پیش یکم کسب هنر دیگه داشته چه خیلی نداشتم داشتم اکو راج میدونی چه خیلی رو درگان جو علویدگی میفهمونی مقصد چه خیلی بگم شما اون طرف نگاه کنیم من بفهمم کسبم اون طرف رو تناوز کنید که من نگاه نکنیم نگاه کنیم نمیشه نه رو تناوز کنیم چی کسبه که رو نگاه کنیم که نمیده خیلی رو کنیم نکنید نگاه نکنید شما باید دیگه سونید مایلش
که منو پوشیده سر چکول که سرده بچه نه استغفرالله بو کسکه دخته سر متتسکی رای میکرد برانجلت پوشیده سر انا که نگاه کنی شما بکسور هم هسته کم بکسوری میکنم باور که اپای گل ببین در برنامه بچه پلا بوده شما بونس کرده نه شما گفتین که پیش این کسا داشتین من شما رو نشون بود کم کم سلامت باشین مقصد ها با بعضی آدم حرفی نمیفهمن حرفی نفهمین خیلی وقتی کم من خیلی گفتی هم بجوخان لبهوی سرم جمع دید سلامت باشین خوب سر میکنیم بله یه شرط دیگر رو میبینم ولی کامنتر در مخلصه منیسته که سختتر نظر در یک دقیقه سی پوفاگرو کافونید خب من شما کمک میکنم یک دقیقه را براتر بین یک دقیقه یک دقیقه را باید بکفونم کلانتا گشتم حالی با اون عیسر میکنی تست کفونده نمیتونم با ایخچه بکسیون اما چه این گفت که چه کفونده نشه یک کسافت همین خمه کشون میکنه سرکه حساب کن رنگوی سارمدار گیسته خیلی داره من خیلی گفت نکه که این کشونه دارم میپرازم پوستی تکه کدگی سلامت باشین خیلی من خیلی شرط دیگر رو ببینیم گاری نگاه شده وقتی خودم خنده میگیره نمیکنم اوزی گرمه بسیار کسای گاز قیمت شده یک افندی شوخ نقل کنید یک افندی شوخ خب افندی خب یک افندی گفتیم این افندی نیستی کاری که دقیقت شده یک روز در محله شمالی سخت میشه و یک مرد همسایه خر رو باید داشته میبره که همسایهش در چوی سیدکر قبیله شمالی ترشکیزه میگه چو کردی همسایه؟ میگه همسایه گفتم حاجت خونه برای شمال نمانده است و میگه که وقتی من ترا 100 بار نگفتم که وقت زمستان شمال شد تا همه وقت در سر کتیف دیگه خوبچه گنده من جواب میگی بگی میگه شمال نبرد برای ما شرط دیگر رو میبینیم در یک دقیقه یک فانتا این لیتره رو باید که شما بنوشین یک دقیقه گاز داره میدونی نه؟ گازش نو برو ورده آخه بعد این زیاد چی باید ایران نخرم بکفم هیچی نمیشه مرده که بلد هم این دم نکن اوز دیگه گاز قیمت دیگه فانتا را گاز هم نمیزنه میگن یک دقیقه یک دو سه خاطر شما رفتی رنگ میگو زپارور زوادی چی دیسه کم خیلی اوزه بخدا درون علو گیر نشی بخدا درون خیلی گاز چی کرد نیا بارگه فرچی نگردی زوادی نشیدی کمش مون
آخه دقیقه گفتیم وقت رفت اینجوری کلا چند میکنه. سکون شید اولی قدر استوب شد استوب نمیکنیم خیلی میریم یا بریگه رنگ زبادی نشد بزا پروش سلامت باشه. منم مخلصان عزیز فن تره خورد آن گاز شراب داریم پیرولی نورا کبروما بتونی مرمت شرط دیگر نمون چی؟ با آوازی اگون حشرات تقلید کنید. انا که حشرات زنبور هم میتونی تقلید کنید. نمیدونم با اگون مور تقلید خزنده را اگون کرشه پرک تقلید میکنید. او زنبور باقی خیلی ماننده عجایی. سلامت باشین یا تریگش مونده؟ بله آخیران شرطی ما. خب یک سرودی حجوی خوندید؟ نه شما سروده حجوی بسیار خوندگی هسته. من دوستان عزیز میگم با خاطر شما شده به خاطر سرود حجوی رو خوندن. یک سرودی حجوی بخونم؟ توقی زکس نوشه. های گوهر کلوبی میدونیم داری های موگم بجونه دایم فریب داری های روزی میشود زن بزنی بزاره های میبینی موگم باره پروا نداره سلامت باشه زنده باشه. و دوستان عزیز چگونه که شما شاهد بودید موگم با از اجرای همه شرط های ما بخوبی برآمدن. سلامت باشه. در آخر با مخلصان و بینندگان برنامه 10 شرط چی تمنیات داره؟ برای همشون بردباری سری بلند چهره‌های گرد تمنا میکنیم هیچگاه خسته نباشن و همیشه وطن ما تو اینجا آرام باشن. برای همتون بردباری تمنا میکنیم و بیماراش فکر کنیم زنده باشه. برنامه چی خیلی مخفل شد؟ برنامه زور زنده باشه. برنامه زور بهترین برنامه. یک جمع تشکر اینا خیلی عبید نکردیم با بلغاری عبید بله. و دوستان عزیز مهمانی برنامه 10 شرط بودن حجم نگاری شناخته الهام جان شادی با تخلص موگامبو و چگونه که ما در آغاز برنامه وعده کرده بودیم از جانب برنامه ما به شما 200 سومانی تحفه کرده می شود. این دروغ نیست؟ 10 تا چی می شود؟ گاز 20 تومن کن 200 سومانه میشه خیلی بنزین ما میریزیم یکم فروکه دمونیم با تموم میشه. بله. برنامه 10 شرط رو تقدیم شما از کانال توجیکوم گروپ. شما با کانال ما ابونه شدن رو فراموش نسازید. خیر تا برنامه های دیگر. Audio Jungle.